از خوابی که شهادت خروسان را به فراموشی می سپارد، رفتگران بی خورشید برمی خیزند و در سرودی که بهار را به دو نیمه کرده است، با عصای فاجعه تا عمق معابر مجهول می روند. بهار در دشنه جلادان شکوفه را به قربانگاه می برد. رفتگران بی خورشید فصلی خمیده بر دوش‌هایشان آرام از رنگین کبان زباله می‌گذرند. هان شهادت خروسان را کدام کس با سودهای شبانش دنبال می‌کند که تاریخ تمامت تاریخ را هنوز در اوراق حادثه تدوین نکرده است. شعری بود از شهرام شاهرختاش که امروز رخ در نقاب خواب کشید. یادش گرامی، از شاعران پرکار و برجسته دهه 40 تا به امروز. چه خوب که نشر افراز چند سالی پیش در مجموعه شعرهایی که منتشر میکرد مجموعه شعر آقای شهرام شاهرختاش رو هم منتشر کرد. گویی خزان شاعران است. هنوز دست از خاک شیوا ارسطویی نتکاندیم که امروز خبر شهرام شاهرختاش برسد. یادش گرامی. همگی خوش آمدید. خیلی خوشحال و مفتخرم که در کنار اساتید خودم نشستم، استاد امین فقیری و استاد سیروس نوذری. اگر صحبتی سلام و احوالپرسی دارند و عزیز بفرمایند. بعدش در خدمت آقای نوذری هستیم. بعدم یه 10 دقیقه من وقتتون رو میگیرم اگر بتونم بیشتر صحبت نکنم و در نهایت هم در خدمت خود استاد فقیری هستم. خوش آمد میگم به دوستان محترم، هم خانم‌ها هم آقایون. بعد از 80 سال من ناپرهیزی کردم با توصیه دوستم آقای نوذری که تشویقم کرد و من ایشون به عنوان متهم ردیف اول معرفی میکنم، چون هم خیلی خوب شعر میگفت، هم خیلی ساده و خیلی روان و هایکور ایرانی که به عقیده من. و وقتی که من این شعرها رو دیدم یعنی حس کردم که منم میتونم یه کاری بکنم. حتی خب دوستانی مثل خدابیامرز پرویز خائفی، منصور اوجی، اینا مرتب به من میگفتن که اگر نویسنده نمیشدی حتما شاعر میشد و من خب از این گوش میشنفتم، از این گوش ده میکردم. ولی همنشینی با آقای نوذری باعث شد که من یه کارایی بکنم. خلاصه بعدم خود ایشون ترتیب چاپش دادن و وقتی که ناشر 2 طرح جلد برای من فرستاد، یکیش این بود عکس کودکی 11 سالگی من که روی کارنامه کلاس 6 ابتدایی. من تعجب کردم ولی بعد به خودم گفتم خب چه عیبی داره؟ یه طنز نه تلخ نه شیرین نه ملسه، اصلا یه طنز عجیبیه. گفتم خب هر کسی ایراد گرفت میگم توی 11 سالگی گفته اینه، به من ربطی نداره. و به این خاطر اصلا قبول کردم که این پشت جلد کتاب عکس کودکیم باشه و خب یک کار نوی است از این نظر. دیگه من میکروفون میدم دست دوستان. آخر کار صحبت‌های گمه. شعرهای امین فقیری. من اول یک کلیاتی بگم، سعی کنم کوتاه صحبت کنم برای اینکه وقت برسیدم. عرضم به حضورتون که در دوره عصر نیچی در ژاپن
که تقریبا همزمان با دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه در ایران اول قرن 20 فرهنگ و تمدن اروپا وارد ژاپن میشه و تغییرات شگرفی در جامعه ژاپن ایجاد میکنه. چیزی که در ایران این اتفاق نمیفته در عهد ناصرالدین‌شاه، یا اگر هم میفته عمیق نیست تا برسه به دوره پهلوی اول. این اتفاقات اون موقع ولی در ژاپن خیلی زودتر شده. این تحولات که در همه شئون تاریخی ژاپن هست طبیعتاً بر ادبیات و هنر هم تاثیر میذاره. نمیتونه در مورد هایکوهای ژاپنی. هایکوهای ژاپنی در اصل برآمده از بلاز اندیشگاهی، برآمده از بودیسم ژاپنی هست که با اون بودیسم که هند رفته به اون طرف آسیای دور تفاوت‌های پیدا کرده که متناسب شده با شرایط تاریخی و فرهنگی کشور ژاپن. و خود هایکوسرایان بزرگ ژاپنی هم معتقد نبودن که اینهایی که می‌نویسن شعره، معتقد بودن که هایکو در واقع نوعی راه زندگی که مبتنی بر اندیشه عرفانی زندگی است. اما هم که هستن با تحولاتی که در ژاپن وجود اومد، این نگاه کلاسیک به تدریج تغییر کرد. تحولات عمیقی در شعر ژاپن و طبع در هایکو وجود اومد. هایکوهایی وجود اومد که طنزهای اجتماعی داشت، مبنای سیاسی داشت، مبنای تاریخی داشت، مسائل عاشقانه مطرح شد، چیزایی که در هایکوهای کلاسیکی نیست و اونجا بیشتر هم که اصلا ما باید با عرفان ذهنی آشنا بشیم تا بیشتر متوجه شیم که این چیه. ارتباط عمیق و نه ستایش آمیز بلکه تقدیس طبیعت در هایکو هست. یعنی انسان که در دنبال زندگی هست به واقع خودش جزئی از طبیعت بوده، نه حاکم بر طبیعت. به خاطر همینه که مهد طبیعت میشه و اون رو تقدیس میکنه و این نکته بسیار مهمه. چه همین دلیل به نوعی انفعال میرسه انسان، یعنی در مقابل طبیعت فاعل نیست بلکه همزیست با طبیعت هستش. از این منظر که نگاه بکنید، هایکو نویسان وطنی همش اصرار کنن که این هایکو باید منطبق بر هایکوی کلاسیک باشه، همونطور که اشاره کردن شاعران مثل باشو، متسو باشو که خدای این نوع شعر در تاریخ ژاپن و دنیا هستش و متوجه نمیشن که اینی ندیده، اون امکانش نیست. چون ما که نمیتونیم مثل زندگیست زندگی کنیم، شرایط جامعه، شرایط تاریخی، شرایط منطقه‌ای از هر نظر نگاه کنیم که اون نیست، مگر اینکه ما جهان فکری خودمون رو بسازیم، نه اینکه دنبال این تفکری باشیم که حتی متعلق ما هست. و از این منظر راه خطا میرم. من فکر می‌کنم که اگر قراره که این هنر در ایران باشه باید بومی بشه، باید ایرانی بشه، تبدیل میشه به یک هنر بومی و ایرانی. همونطور که ایرانی‌ها این کارو کردن، غزل عرب و قصیده عرب رو تبدیل کردن به غزل فارسی و ایرانیش کردن و نمونه‌های دیگه هستش که سرتون رو در بیارن. من یه مثال دوباره تاریخی میزنم. غزل فارسی با سعدی به اوج میرسه. غزل هم تو در اسمش پیداست، بهش این مغازله، عشق بازی، یعنی شعری که اون برای عشق این شعر انگار نداره میشه. جمعی که اصلا هم میدونن این با سعدی به اوج میرسه. اما وقتی حافظ میاد یکی از کارهایی که کرده یک طرح جدیدی از غزل میاده که غزل عاشقانه نیست، غزل اجتماعی. یاری هم در کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد، دوستی که آخر آمد، دوستداران را چه شد. و از این دست غزل‌ها که علاوه آخر که می‌کنید حتی یک بیت عاشقانه دیگه توش نیست، یعنی به لحاظ اندیشگاهی عدول میکنه از اون تفکر اساسی غزل که درش بود و با سعدی به اوج میرسه. ولی ما باز نمیگیم غزله، نمیگیم یک نوع شعر دیگه است. اسم جدیدی روی این نوع شعر حافظ ما نمیذاریم، اینا رو هم غزل بشه. خب در مورد هایکو هم میخوام همین رو بگم. اگر یک نفر هایکو رو تبدیل کنه به شعر بومی ایرانی، مسلماً این نیستش که این دیگه هایکو نیست، نه، از اون آوشکو استفاده کرده، از آوشکو فرهنگ عرفان و تمدن شعر اقیانوس ادبیات فارسی هم استفاده کرده، تبدیلش کرده یک چیز جدید، یک نگاه جدید، فرم جدید. نکته بعد در هایکوها
به دلیل ساختاری که داره مبتنیت بر ساده ترین شکل زبانی. تلاش اونها این بوده که این رو به زبان ساده، به زبان کوچه و بازار، به زبان عامیانه شعر رو بنویسن، چون قصد زبان آفرینی بودن، زبان فهیم ادبی و چیزا نداشتن، چون با ساختار خود جور در بود. اما ما در شعر فارسیمون اینو میدونیم که شعر فارسی به شدت وابسته به اون زبان آفرینی و اون زیبایی های زبانی هستش. سراسر ادبیات کلاسیک ما اینو نشون میده. همین میگه که فرش گل اشرفی روی استخر تندباد بهاری. شما این تصویر رو مجسم بفرمایید. بهاره، بدون گل اشرفی ها اواخر بهار میاد، باد که میزنه اینا پخش میشه میاد، اومده روی استخر تمام برد. بعد یک مرتبه یک باد میاد و اینا رو دوباره پخش قرار میکنه عقیبا. یعنی شما اینا نمیتونید با عکسش کنید، یعنی این حاصل شهوده. شهود یعنی شما یک لحظه در یک چیزی رو در طبیعت میبینید، اون رو یک لحظه منعکس میکنید که چیزی فراتر از خود است. خب میگه که در صبحگاهان میشکند شاخه تو زیر پاهای گنجشک. ببینید اینو شما در عکس نمیتونید بشونید که این پرنده نشسته شاخه اینقدر تو ظریفه با این وزن کوچیک یه گنجشک بره به این شاخه شکسته پرنده رو نداره. ببینید این حاصل شهود شده. نفس میکشد هنوز که نوک میزند کلا به مردمک چشمانش. یکی از وجوه خیلی خوب شعر امینی که من دیدم نوعی رازآلودگی در بحث تجربیاتش. رازآلودگی در شعر اساساً به نظر من یک کم رویش بنیادی هستش. البته باید خود ساده نمی‌کنم، چون مثلا سعدی خیلی از ادبیات شاهکاره هیچ رازآلودگی درش نیست، فقط زیبایی کلامی که ما رو با خودش میبره. واقعا نیست یک رودخانه هم که با خودش رو میکشیدن. بنابراین وقتی میگم رازآلودگی نه که میگم هرچی رازآلوده نیست بس شعر نیست، نه، ولی میتونه به عنوان یه ویژگی درخشان در شعر باشه. در هنر بتونه کنیم مثلا این رازآلودگی در موسیقی خیلی زیاده، چون کاملا انتزاعیه. یعنی ما هیچ هنری در حد موسیقی انتزاعی نداره. وقتی یه موسیقی رو گوش میدیم، مثلا شبانه‌های شوخانی گوش میدیم، اگه بگم در چی دیگه واقعا نمیتونیم بفهمیم، فقط حس میکنیم، حس عمیق ما هست. در فرایند به وجود آمدن رویا و همچنین در فرایند به وجود آمدن پدیده‌ای به اسم شعر که تلاقی رویا و عنصر زبان، یعنی دو نظام نمادین و نشانه‌ای کاملا قراردادی، یعنی مکانیزم رویا و مکانیزم زبان، دو دیدگاه متفاوت وجود داره. آیا بشر ابتدایی، آیا انسان قبل از زبان درکش از جهان بر چه پایه بوده است؟ قطعاً بر پایه تصویر. یعنی اون جهان رو نگاه می‌کرده، جهان رو با حواس پنجگانه احساس می‌کرده و برای خودش رویا بافی می‌کرده. اما هنوز زبان در اختیار نداره، یعنی هنوز جهان رو نامگذاری نکرده است. هنوز پدیده‌های اطراف رو نامگذاری نکرده است. به این نگفته گل، به اون نگفته گنجشک، به این نگفته درخت، به اون نگفته آبشار، به اون نگفته برف. اما این تصاویر رو می‌بینه. این انسان همچنان انسانه. و از نگاه معرفت شناسی یا اپیستمولوژیک غریزی ترین و بنیادی ترین شناخت انسان از جهان اطراف رو مبتنی بر تصویر می‌دونند بعضی از نظریه پردازان. دسته دیگه از نظریه پردازان هستند که خیر، آنچه که ما شناخت می‌دانیم رو بر پایه زبان می‌دانند، مثل سوسو که از ابتدای قرن 19 تا دوران مدرن میگفت حتی پدیده‌هایی مثل استعاره یک لفاظی رویاگون است، یعنی یک رویای لفاظی است. یا تحت تاثیر سوسور آقای لکان در روانشناسی میگفت ناخودآگاه حاصل تخیل زبانی است، به این اعتبار که شما موقع خواب میبینید به زبان فارسی خواب میبینید.
موقعی که رویا میکنید به زبان فارسی رویا میکنید، به زبان مادریتون، و هر قومیتی به زبان خودش. در این دو دیدگاه، یعنی در این نزاع بین این دو دیدگاه که این آیا شناخت زبانی مقدم است بر شناخت جهان یا شناخت مبتنی بر تصویر که من اسمشو میذارم شناخت غریزی، ما با یک پدیده مواجهیم به اسم شعر هایکو که اساساً بر پایه تصویر است و اساساً بر پایه جهان بیرون از شاعر است، بر پایه جهان بیرونی است، در ستایش طبیعت است، نه در توصیف، نه در تشریح طبیعت، نه در نقد و شرح طبیعت، در توصیف طبیعت است، در حیرت طبیعت است، در بهت طبیعت است، در بهت گل است، در بهت و طبیعت در کنار دغدغه‌های انسانی از جایگاهی برابر برخورداره. این همین جور داره مهمترین اختراع بشر که زبان باشد و بزرگترین دستاورد بشر که زبان باشد رو در کنار دیگر پدیده‌ها سطحش رو پایین میاره یا هم سطح میکنه. اگر نگاه ارسطویی قائل باشیم که انسان حیوان ناطق است، یعنی آن چیزی که انسان را از حیوان جدا میکند پدیده زبان است. اما آیا ما به صورت، یعنی سوال همچنان مطرحه، آیا ما بر شناخت غریزیمون بر پایه تصویر بوده است یا بر پایه زبان؟ در نگاه زن و اون چیزی که بعد شعر هایکو رو شکل میده و بعد آن چیزی که در شعر مدرن حتی جلوتر میاد با فروید در نظرگاه‌های فلسفیش تکمیل میشه و در شعر ما به بخش عمده‌ایش بر دوش نیمای بزرگ است، آنچه که ابژه اهمیت پیدا می‌کنه، یعنی جهان بیرونی و عینیت و تصویر. این تقدم و اصلیت بخشیدن بر پایه لفظی و زبان زیر سوال میره و این دو سوال همچنان پابرجا هستند. اما در خصوص شعر، یعنی ما اگه بدون اینکه بخوایم حق رو به هر کدوم از دو نگاه بدیم، در خصوص شعر یه اتفاق میفته که در دیگر هنرها نیست. شعر تنها هنری است در ابتدا که رؤیا و زبان در تلاقی به هم اثر هنری رو به وجود میارن. شما رؤیا میبینید، تخیل میکنید، حالا میخواید این تخیل رو برای من تعریف کنید. میگه ژاله صبحگاه از نرگس تر بکش، در نرگس تر بگشایید. خاقانی میگه، به جایی که بگه گریه کنید. ببین، تخیل میخواد بکنه، میخواد به شعریت برسه، میخواد برسه به یک سطح دیگه‌ای از لفظ و شناخت و با زیبایی، و همچنین میخواد تخیلش برای من ترجمه کنه. چاره‌ای نداره شاعر به غیر از ابزار شاعر کلام است، چنانکه که ابزار نقاش رنگ، ابزار موزیسین نوت، ابزار شاعر کلام است. این هنرش در تخیل کردنه، هنرش و این تخیل کردنش مجبور با یه ابزار، یعنی نظام نشانی دیگه رو به استخدام بگیره و شعر بیافریده. این چیزیه که در داستان نیست. داستان لفظ تقدم داره بر خیال، بر همه عناصر دیگه، در موسیقی صدا داره، ولی این و بعد از شعر عجیب ترین پدیده دنیای هنر یعنی سینما، یعنی تنها شعر و سینما هستند که زبان و تصویر رو همزمان به استخدام میگیرن برای بیان یا شیوه اجرایی خودشون. با این نگاه که بریم سراغ دفتر و مجموعه شعر آقای فقیری عزیز، ما یه جاهایی همگام با این نگاه، یعنی همگام با پدیده‌ای که یا پیش‌فرضی که هایکو رو وجود آورده مواجهیم، جاهایی نه کاملا برعکس، یعنی در عین کوتاه بودن، در عین رعایت شکل نوشتاری و فرم هایکو بودن اصلا با هایکو مواجه نیستیم. در جاهایی اصلا این میتونست ادامه یک شعر بلند یا بریده از شعر بلند باشه، در جاهایی همونطور که آقای نوذری فرمودن اصلا شعر صورت نگرفته و ما با یه عکس، یعنی حتی اون شهود هایکویی هم اتفاق نیفتاده. مثال و جالب اینجاست، در ادبیات کلاسیک ما هم، یعنی در انگاره کلاسیک ما هم از شعر، اون تقدم لفظ در زبان فارسی مطرح هست. یعنی آنچه که شما حافظ رو می‌بینی، سعدی رو می‌بینی، مولانا رو می‌بینی، فردوسی رو می‌بینی، در همه اینها انسان و دغدغه‌های انسانی
افضلند بر پدیده های طبیعی. اینی که همونجور که آقای نوذری گفتن سرو و گل و نرگس و اینا همه با صفت انسانی، به استخدام صفت انسانی و در استخدام دغدغه‌های انسانی و در استخدام استعاره‌های انسانی هستن. یعنی کار بزرگی که نیما میکنه برای اولین بار در زبان فارسی در جاهایی پس زدن اون سوژه انسانی است و روی کار آوردن اون ابژه عینی که مرزهای از مدرنیته رو طی میکنه. فقط این یه سوال دیگه باز مطرح میشه در یک کتاب یا در یکی از رمان‌های آقای رضا قاسمی، فکر کنم وردی که برنامه میخوانن، یه بحث مهمی رو آقای رضا قاسمی مطرح میکنه. میگه که نقاشان چینی و نقاشان اروپایی با هم بحث میکردن سر صداقت این که شما داشتن به نقاشان چینی میگفتن نقاشی شما پرسپکتیو نداره، فلته، و این فلت بودن شما یعنی جهان مدرن رو درک نکردین. چینی ها در جواب میگفتن اتفاقا شما دروغگویین، شما به مخاطب دروغ میگین، شما رو دو بعد میاین پرسپکتیو ایجاد میکنین، دروغ میگین به مخاطب، در صورتی که روی دو بعد طول و عرض پرسپکتیو وجود نداره. ما ابژه عینی رو داریم به مخاطب نشون میدیم، ما دستکاری نمی‌کنیم حقیقت و واقعیت رو، پرسپکتیو دستکاری حقیقت و واقعیت. این بحث رو مطرح میکنه در مواجهه با هایکو و دیگر گونه‌های شعر که دغدغه‌های انسانی یا خود انسان حضوری پررنگی داره، ما مواجهه داریم با این دو تا نگاه. من یه نگاهی به سروده‌های آقای امیر فقیری با وقت کوتاه بحث من رو ستینگ کرده بودم روی نیم ساعت، ولی حالا تو 10 دقیقه همینقدر این مقدمه و بعد این اشارات و مصداق‌هایی رو که عرض میکنم رو از من بپذیرید. ما اول، من برخلاف آقای نوذری، اول اونایی که از نظرم دارای عیب و ایراد هست میگم، بعد اونایی که از نظرم در اوج هست خدمتتون عرض کنم. هرچند که جلسه رونمایی است و میگن در رونمایی نقد نکنید، کتاب معرفی کنید، و من میدونم این حرفا هم یکم تعارف‌آمیزه، اومدیم راجع به کتاب حرف بزنیم دیگه. خدمتتون که عرض کنم، ببینید توی بعضی از این نوشته ها همینجور که عرض کردم پراکندگی نگاه وجود داره. یعنی نمیدونم با یک شاعری که نگاه هایکویی داره مواجهم، با یک جاهایی با یک شاعری که نگاه شاملویی به لحاظ شعر اجتماعی داره مواجهم، در یک جاهایی با یک شاعر عارف ایرانی قرن هشتم مواجهم و اینا رو مثالاشو میزنم. ببینید مثلا هایکوی شماره 18 یا شعر کوتاه شماره 18 میگه جز عشق همه را دارد جهان مرگ. این خیلی فلسفی انتزاعیه، این اصلا نزدیک نمیشه به اون ابژه و تصمیم، خیلی ذهنی و خیلی توش حرف در واقع تفسیر این جهانی و اون جهانی وجود داره. یا هایکوی 23 شعر کوتاه 23 نمیگم هایکو. زاغی ها بر بلندای کاج هر روز قسمتی از روحم ناپدید می شود. ارتباط یعنی زاغی ها بر فراز کاج هستند، بعد هر روز این زاغی ها رو که میبینم هر روز قسمتی از روحم ناپدید میشه. خیلی فلسفیه. اصلا اون شهود ابجکتیو هایکویی یا شرقی درش نیست. یا باز جاهایی هست که دچار پراکندگی تصویر هست به عقیده من و این پراکندگی تصویرها به من اجازه نمیده که اون انسجام یا اون درک درست رو از اتفاقی که افتاده داشته باشم. زمستان، هیولای عشق، قندیل‌های تیز بلوری. اینجا به نظر من عشق اضافیه، عشق کل قضیه رو خراب کرد. به نظرم زمستان هیولایی با قندیل‌های تیز بلوری، این میتونست یه تشبیه کامل باشه. این هیولای عشق، این ترکیب هیولای عشق رو این وسط برای من پراکندگی تصویری ایجاد میکنه. یا در شعر کوتاه شماره 61 بر شانه‌های باد خستگی‌هایم روی یخزده. یا در هایکوی شماره 100 روی صخره سرد آبران به تماشای دیوار. نمیفهممش. اما بسیار برعکس این نوشته هایی هست
که دارای انسجامن با هر معیاری، یعنی هایکویی یا غیر هایکویی یا شعر کوتاه، بسیار منسجمن و کار اتفاق افتاده. مگر بیاید از پشت ابرها تا رودخانه بدرخشد با پولک‌های نقره‌ایش. از غیاب ماه میگه بدونه که ماه رو تصویر کنه یا اسمی از ماه ببره. یا ببینید در بهار شیراز و درختی خشک، بهار شیراز، اما اینا انسجام کامل درش اتفاق افتاد. یا هایکوی شماره 35 انسجام که میگم هم انسجام تصویری هست، هم بصری هست، هم معنایی. در صبحگاهان میشکند شاخه ترد زیر پاهای گنجشک. همه چیز در این تمامه. یا 63 بینشانی از او هر صبح چهچهه میزند بلبل نامرئی. یا باز یه مثال دیگه بزنم، 82 چه میکند در تون باد پاییزی آخرین برگ. مثلا کامل اینا داره انسجام، برخلاف اون چندتایی که پرسش‌های نرودا و همچنین یادآور خود هم کتاب مکالمات آقای نوذری، هم بعضی از کوتاه نوشته‌های آقای نوذری که بر پایه سوال هست. یه چند تا ایراد ویراستاری من فکر می‌کنم بوده که میشه در شماره‌های بعد اینها رو راحت در نوبت چاپ‌های بعد چیز کرد. مثلا میگه همین شعری که آقای نوذری مثال زدن، پر میکند فاصله های زن و مرد را کودکی ناشاد. من به نظرم اینجا اگر مفرد به کار میرفت، پر میکند فاصله زن و مرد را کودکی ناشاد. فاصله های زن و مرد یک تکسر هم معنایی هم پرش ذهن ایجاد میکنه به نظرم. یا در هایکوی شماره 8 میگن که معلوم نیست که پرنده ها هم گوش بسپارند به نغمه های ستار. اینجا هم باز به نظرم مفرد اگر به کار میرفت، معلوم نیست که پرنده هم گوش بسپارد به نغمه ستار. از یک انسجام بیشتری برخوردار میشد. هایکوی 38 میپیچد باد در آتش شعله های مفلوک. آتش شعله من نشنیدم تا حالا، شعله آتش دیده ایم و شنیده ایم، اما آتش شعله، ببینید میپیچد باد در آتش شعله های مفلوک. اینا چیزای ویراستاریه که میتونست با یه ویراستاری، یا مثلا راه میرود پیرزن همسایه ما مانند این کلاغ. به نظرم ما اضافیه. راه میرود پیرزن همسایه مانند این کلاغ. بالاخره موقعی همسایه داره همسایه ما رو میگه دیگه، همسایه رو میگه، ما یا دیگران بودنش زیاد مهم است. اما یه چیزی محمود تراوت میگه، بحثمو تموم کنم، که این تایید میکنه صحبت کسانی مثل آقای مرحوم منصور اوجی و دیگران رو که به آقای فقیهی گفتن شما شاعر میشدی اگر داستان نویس میشدی، که به نظر من شاعرم هست. محمود تراوت میگه یکی از معیارهایی که من یک شعر رو خوب بشناسم اینی که موقع میخونمش دلم بخواد من اونو گفته باشم، یعنی رشک ببرم به نویسنده. 2-3 تا مثال میزنم که من موقع اینا رو میخوندم گفتم ای کاش من اینا رو نوشته بودم و در اوجه. و برای من اگر کسی همین 2-3 تا رو میخوند بدون که کتابی منتشر کنه، من میگفتم که با یک شاعر بالفطره مواجهم. شماره 83 هست که من رو بسیار حیرت زده کرد. از این کارهایی است که از خاطر من نخواهد رفت. کاج‌ها نگهبان رؤیای مردگان در بیمارستان. تکان دهنده است. شما صف کاج‌ها رو ببینید، بعد لوکیشنی رو که برای کاج‌ها انتخاب کرده، بعد صفتی که واسه کاج‌ها گذاشته نگهبان، بعد برای چی؟ برای رؤیای مردگان. سطر به سطر، ستینگ، کلمه کلمه، واج به واج این شعر کوتاه در شعر اتفاق افتاده و رشک برانگیزه. و یکی دیگه هم حالا من باز مثال بزنم از اینا دارن. باز 119 گریختند از حوصله دشت
غزالان بی شما. خیلی زیباست. منو یاد یه سطری از شهریار شهریاری میندازه که گفته ای گاهی شعور کبیر و حجم طوفان هاست، حوصله دشت. من یه سوال پرسم آقای فقیری، بازی زمانی سرایش اینا چه مدت زمان، یعنی از کی اینا سروده شده تا الان؟ مال 7-8 سال 7-8 سال پیش. چرا اینقدر برف توش هست؟ شیراز تو 7-8 سال پیش اینقدر برف نداره. بسامد ذهنیه. ما به ازا خارجی نداره. ما کوچیک بودیم برف خیلی زیاد شد. بسامد ذهنیه. و یه دونش هم هست، اینم بگم چون بعد شاید چیز نشه، شاید به چاپ دوم قطعا خواهد رسید. حیفه. ببینید یه هایکوی زیبایی هست که یه شعر کوتاه زیبایی هست که 2 بار، یعنی تکراریه، بلحاظ فقط کلماتش با هم فرق میکنه. اینو ببینید: جز هیمه‌ای خوش از درخت چیزی نمانده برای آتشی خورد. شعر شماره 16 و شعر شماره 143 هم که آقای نوذری خوندن. جز هیمه‌ای برای آتشی خورد نمانده از آن درخت گشت. این دوتا یکیش به نظر من باید به نفع یکی دیگه از این دفتر بره بیرون. حالا به انتخاب خود شما ها. آره، چون این والا بالاخره گشت اینا خیلی عین هم. به هر حال خیلی خوشحالم که تشریف آوردین. من وقت دیگه در اختیار آقای فقیری و شما میذارم. کتاب بسیار خواندنی است. خیلی ممنون. ما رو مواجه میکنه با نگاه دیگری و دنیای دیگری از امین فقیری عزیز که همه ما حداقل بخش عمده‌ای از کتاب خونمون نام کتابای ایشون هست و اگر کلمه کنار کلمه هم میذاریم مدیون کسانی چون آقای فقیری هستن. بالاخره ما اگر کلمه حتی گذاشتیم، ترکیبی درست کردیم، بالاخره یه بخشش وامدار کلماتی است که آقای فقیری در خاطرات و در رمان‌ها و در داستان‌های کوتاهشون و در واقع باید در ستایش یک عمر تلاش و نویسندگی این مرد بزرگ ایستاد، به احترام و سر تعظیم فرود آورد و این همه شور و اشتیاق نوجوانانه همچنان برای نوشتن. خیلی ممنونم از شما. من خواجهانه میگم که خیلی چیز یاد گرفتم از صحبت 2 دوست عزیزم و خیلی چیزا رو من نمیدونستم چون آب دیده نبودم تو زمینه شعر. اینه برای دل خودم گفتم و خوشحالم که بعضی از اونا رو دوستان پسندیدن و همیشه از کوچکی به نوعی ذات شعر در من بود بدون که بدونه. مثلا من یه داستانی دارم که خیلیش واقعیه. ما خونه‌ای که داشتیم، پدر اون رئیس خانواده بود، هر اتاقش به یکی از قومخوشا نزدیک داده بود و یکی از اتاقا فردی زندگی میکرد که پسردویی بابام بود و اسمش بابا، ما بهش میگفتیم بابا. ایشون تریاکی بودن و کتابا جلد چرمی داشتن. ما بچه‌ها وقتی از بازی خسته میشدیم میرفتیم اونجا و سوادم نداشت. شاهنامه رو میداد ابوالقاسم که برش بخون، ولی خوب نقالی میکرد. یعنی وقتی که داستان رستم سهراب میگفت از چشماش اشک میریخت. من اون موقع فکر میکنم 7-8 سالم بیشتر نبود. ابوالقاسم 14 سالش بود. از کار دیگه که میکرد این بود که یک سله‌ای کنار حیاط میذاشت و با بند میبستش یکمی بلندتر و دون زیرش میریخت ارزن یا گندم. وقتی گنجشک‌ها میمدن اینا رو بخورن، بند میکشید، سله میافتاد روی گنجشک‌ها و 1-2 از گنجشک‌ها رو میگرفت. وقتی که تریاک میکشید 2 طرف منقارشون فشار میداد، دود تریاک
میشه توی نوک این گنجش، چند بار که جور میشد گنجش، ما میگفتیم گنجش که دودی، و بعد تو پنجره باز داشت، همیشه این گنجشکا میمدن روشونه این میشنسه. در نظر من این شعر، یعنی همیشه فکر میکردم این شعر، یا موقعی که نزدیک روزا قتل میشد که مردم میرفتن شهدای الله و بیرون در سر و اینا، این شافتک شلی درست میکرد، یعنی پرنده ای که بار گل رس خالی میکردن، من یادم گوشه حیات، و این شروع میکرد گل برز دادن و این شعبد بازا گل تو دستش جور میکرد، یه پرنده خوشگلی از دستش بیرون میمد، مثل شعبد بازا که یک کفتر یه دفعه میاد میپره اینا. بعد کاسه های رنگی، 4 رنگ، زرد و سبز و آبی و قرمز درست میکرد. ما این پرندار میکردیم درون این رنگ و بعد میذاشتیم توی تلواره دور حیات، یعنی بالای زیر زمین یک قسمتی بود مثل تاقچه مانند که خشک بشه. بعد مهمترین کار، بابا روز بعد که این خشک شده میمد تو دمشون فوت میکرد، اونایی که صدا نمیدادن، یه صدای مثل چهچه بلبل، اونا رو پرت میکرد روی همون تپه زیادی گلایی که بود. از نظر من اینا همیشه شعر، و به این خاطر که فکر میکنم وقتی آیا اوجی یا آقای خافی میگفتن اگر نویسنده نمیشدی شاعر میشدی، به خاطر این تیکه ها که خوشبختانه تو کارمان زیاده. و بعد وقتی که من 4 دیواری شهر رها کردم به عنوان سپاهدانش به روستا رفتم، من دور، یعنی وسط دیوارا محصور شده بودم. وقتی که رفتم تو طبیعت واقعا آزاد شدم. اون موقع فهمیدم یه دنیای دیگه است که این دنیا اسمش شعره. با اجازت من چند تا شعر نوشتم اینجا که یه چند تا شعر، 2 تا شعر دوستان خونده. من نوشته بودم این خون من است آی نوذری، لطف کردن گفتن بنویس این جان من است. منم قبول کردم چون استاد من بودن، نمیشد که کردم. این جان من است که به هیئت شعر میگذرد از تمامی رودخانه‌های جهان، از بیم شب روشن تا صبح چراغ همسایه، جز عشق همه را دارد جهان مرد، در پستوی خانه همیشه یکی هست که میگرده، میلیسد آماسهای شب را گربه گرسنه، میلیسد آماسهای شب را گربه گرسنه. میبخشید